سوالات شایعی که در مورد ترمیم فتق پرسیده میشه اینه که آیا این جسم خارجی، این توری، این نش که برای ما گذاشته میشه، این خطری برای ما نیست؟ به هر حال این یک شیء خارجی است که وارد بدن ما میشه. با توجه به نقصی که در جدار شکم هست، ما مجبوریم از این توری ها استفاده بکنیم. این توری ها از موادی ساخته شدن که کمترین واکنش ایمنی نسبت به اونها ایجاد بشه. بنابراین وجود اونها آنچنان باعث ایجاد دردسر برای ما نخواهند شد. در موارد بسیار نادر ممکنه مثل هر عمل جراحی دیگه این جسم‌های خارجی که ما وارد بدن می‌کنیم دچار عفونت بشن، ولی ریسک این اتفاق بسیار بسیار اندک هستش. سوال دیگه‌ای که پرسیده میشه اینه که حالا اگر من این فتق عمل کردم دیگه نباید کار بکنم، دیگه نباید کار سنگین انجام بدم، یا اگر چیز سنگینی بلند بکنم این منجر به عود فتق من میشه؟ پاسخ این هست که خیر. شما لازم هست در 1-2 ماه اول بعد از عمل یه سری مراقبت‌ها رو انجام بدید. جسم سنگین بلند نکنید، زور زیادی نزنید، ولی بعد از 1-2 ماه شما میتونید کار سنگینتون رو انجام بدید. جالبه بدونید که خیلی از وزنه‌بردارا یا ورزشکارا با اینکه فتق داشتن، فتقشون رو عمل کردن و الان دارن ورزششون رو به صورت خیلی سنگین و حرفه‌ای دنبال میکنن. بنابراین نگران این موضوع نباید. آیا ممکنه که عمل جراحی فتق عوارضی رو برای ما ایجاد بکنه؟ مثل هر عمل جراحی دیگه‌ای احتمال عوارض هست، ولی خیلی کم. مثل عفونت مش، مثل جمع شدن مایع، مثل عود، مثل درد مزمن کشاله ران که این عوارض بسیار نادر هستن و در صورت رخ دادم قابل اصلاح هستن و خیلی نباید نگران عوارض اون بود. بیشتر باید نگران این بود که اگر عملش نکنیم برای ما درد سرساز نشه. روز خوبی داشته باشید.